مطمئن باشه که ما خودت نمیتونیم انقلاب کنیم. ما میدونیم که امریکا، روسیه، چین، ایران، هیچ کشور دیگری طرفدار دیگرگونی در تاجیکستان نیست. مثلا چین اومده هر روز در تاجیکستان معدن‌های قیمت بهای ما را به یک نرخ ناچیز از داخل تاجیکستان میبرد. روسیه امنیت ما را کاملا کنترل میکنند. مرزهای ما در دست در دست روسیه است و هر کاری میخواد به وطن ما میکنه، هیچ کی حرفش نمیزنه. امریکا هر سال تنقید میکند، ولی وقتی امامعلی رحمان و میراد در بهترین وضعیت براش شکر میکند، امکان فراهم میکنه. یعنی دیگرگونی فقط توسط مردم تاجیکستان به میان میآید، نه توسط دیگر کشورها. هر کسی که انتظار او را دارد که یک کشور دیگر میان ما او را نجات میده، امکان ندارد. ما یک نامه سرکشاده به امریکا نوشتیم، بعضی از اشخاص اومد گفت که باید به امریکا نمینویش. امریکا ما فکر میکنه دیگه نمیدونیم این چیز رو. ما 100% میدونیم که مفادی بعدی از چیزها نمیرسد، ولی باید گوشزد کرد به اینها، رسان که شما کاری میکنید، این کاری که انجام میدید در مقابل مردم است و باید کسانی که دشمن این ملت، دشمن این مردم هستند اونها را شناخت، نه کسانی که خادم این ملت، این مردم هستند. برای همین ما میتونیم نامه‌های زیادی بنویسیم و کارهای زیادی را انجام بدیم و مفادش برای مردم و جامعه ما برسد. و اگر ما امروز توانستیم امریکا، اروپا، چین، روسیه، ایران و هر کشور دیگری را متقاعد ساختیم که تاجیکستان نیاز به تغییرات دارد، در حالتی که ما از راه زمینی وارد وطن شدیم، در مقابل ما هیچ کسی نمی‌ایستد و ما میریم وطن را مثل که سوریه رفت در مدت یک هفته کاملا رژیم بشار اسد را برکنار کرد و رژیم و پرزیدنت جدید به میان آمد. این گونه در تاجیکستان رخ خواهد داد که شاید در 24 ساعت تاجیکستان آزاد بگردد. این در کدام حالت به میان میآید؟ در حالت متقاعد ساختن تمام طرف ها، نه تنها امریکا و اروپا یک طرف، بلکه تمامی مسئله ها را باید پزان و صحبت کرد، از دید دیپلماتی استفاده کرد و کوشش کرد که اونها در چهره ما، در چهره مخالف، در چهره مبارز یک تروریست نبینن و یک اصلاح طلب و کسی که توانایی اداره دولت و دیگرگونی و اصلاحات را در داخل تاجیکستان دارد. و این مسئله مهمی است که ما و خودت باید امروز در کنار یک دیگر بمانیم و مبارزه رو برای تغییر واقعی در تاجیکستان پیش ببریم. وگرنه هر روزه یک دروغگو، یک نمیفهم چاپلوس، یک دزد میاد به اسم مخالف استفاده میکند، میرود به اسم حکومتی از اون طرف استفاده میکند و هر روز موت را به فنا میبرد. ما رسانه هاشون رو میبینیم، بعضی از کسانی که دروغ میگن هر روز به هر بهانه میآید چیکار میکند؟ از اسم مخالف استفاده میکند، پول میکند. دیگرش میراد از اسم حکومت، خادم ملت گفته میراد در تاجیکستان فساد میگیرد، دزدی و غریم میکند. همه این رو ما میبینیم. برای همین کسانی که امروز از شما طلب نمیکنن، فقط میگوین که برادرها برای تغییرات نیاز به اتحاد سرجمعی است، باید در کنار چنین برادرها ایستاد، آمد مبارزه را پیش برد تا اینه که ما بتوانیم آینده تاجیکستان را تغییر بدیم. میروند 100 سال از مبارزه گم میشوند، وقتی برمیگردن باز هم بهانه گم شدنشون رو در گردن من توی مبارز میزنن. هزارها پول از تو میکنن، دزدی میکنن، غریم میکنن، نشودن انقلاب و نه پیش نرفتن برنامه رو با در گردن من تو میزنن. برای همین این گونه اشخاصی که اصلاً پوش ندارن، این گونه اشخاصی که شخصیت ندارن، هویت ندارن، نباید اعتماد باوری کرد. نباید بر راه اشخاصی که نمیدانند چی میخواهند باید پیش رفت. امروز اگر برایشان موضوع نگذار، توانایی صحبت کردن 10 دقیقه در یک برنامه را ندارند. فقط موضوع دین غیر از او بالاتر رفتن، دیگر موضوعی برنامه نخواهند داشت.
نه سیاست جهانی رو میفهمن، نه سیاست دنیوی رو میفهمن، نه عقل انسانی رو دارن. هدفشون فقط کندن پول و تهمت زدن به دیگران است. اگر روزی که به برنامه برگشتن، فقط اون روز نسبت یک مبارز، نسبت یک مجاهد، نسبت یک وارث چیکار کردن؟ حرف بد گفتن است. کاری دیگر و جز این ندارن. برای همین من و تو راهمان رو باید روشن بکنیم، بیایم در راه مبارزه ایستادگی کنیم، مبارزه رو باید پیش ببریم و تلاش و کوششمون رو بکنیم تا برای سرنگون کردن یک رژیم آماده باشی بگیریم. و امروز در کنار ما اگر شما نباشد انتظار انقلاب نداخلید کرد. مطمئن نباشد که فردا در تاجیکستان انقلاب می شود. ما 10 سال 11 سال می شود انتظار انقلابی. همین گونه 10 تا 15 سال دیگر خوب انتظار میشید. من 10 بار گفتم که 5-6 هزار تاجیک در سوریه، 8-7 تا 10 هزار دیگر در اوکراین رفته می جنگند. ما اگر همین گونه تاجیکا با هم اتحاد می شدیم، ما رفته تاجیکستان رو تغییر داده بودیم. نه نیاز به سوریه رفتن بود، نه نیاز به اوکراین رفتن بود. وطن خودمون رو آباد می ساختن، در داخل وطن خودمون زندگی می کردیم. این حال ما میدونید چقدر سوری به سوریه برمیگردن. شما همین رو میدونید. تعداد سوریایی که به سوریه برمیگردن تعدادشون خیلی زیاد است. رفتن در وطن خود سرمایه بردن و در اونجا چیکار کردن؟ تجارت دارن و در اونجا زندگی میکنن در وطن خودشون. برای همین ما و خودت نیاز به اتحاد و سرجمی داریم. ما و خودت نیاز به مبارزه داریم تا اینه که وطنمون آزاد کنیم. وطندار من و تو هستیم. نگذاریم وطنمون به دست ظالمین، به دست چاپلوسان، به دست دزدان، به دست دروغان بگردد. دزد میتواند در هر دو طرف باشد، دروغگو میتواند در هر دو طرف باشد، هم در طرف مخالف هم در طرف حکومت. برای همین پیش از آنی که هر قدمی را که میماند سنجیده بماند و بیایید در راه مبارزه در کنار مبارزین صادق بماند تا اینکه بتوانیم بریم وطن را آباد و آزاد کنیم. دیگر شما